Организаторы утверждают, что проведение تشکیل کنندگان میگویند برگزاری این چهاره‌بینی در تاشکند بیانگری فضای آزادی چند اندیشی است که از سوی رهبریت ازبکستان پشتیبانی می شود. سرور آتامرادوف معاون رئیس پارلمان ازبکستان نیز از این نقطه نظر جانبداری می کند که در رسم کشایش این چهاره‌بینی شرکت کرد. آیا در اصل چنین هست و یا نه؟ پاسخ دادن مشکل است، در حالی که در این کشور در رابطه با آزادی ژورنالیستیک کنفرانس برگزار می شود، بسیاری از تورنمه‌های رسانه‌های مستقل در ازبکستان بسته باقی میمانند. روز یکم کنفرانس خیلی یک رنگ دایر شد. موضوعهای مبرم مثل آزادی بیان، سنزور، مسدود کنی تورنمه‌ها، فشار بالای خبرنگاران در روز دوم بدون شرکت نمایندگان پارلمان ازبکستان بررسی شدند. نوابسته به این، تشکیل کنندگان این کنفرانس تاکید کردند که خودی برگزار شدن این کنفرانس در تاشکند الکی یک قدم مثبت است، با نظر داشت آنکه سالهای زیاد وضع آزادی بیان در این کشور остается крайне непростой.